درود بر شما. من در این کلیپ به شما توضیح میدم که چرا ایزوگام عامل اصلی نبود باران و خشکسالی و نابودی دریاچه‌های ایران شده است. ما هیچ مشکلی با نصب ایزوگام نداریم، بلکه حتی به شما توصیه میکنم که 2 بار سقف منزلتان را ایزوگام کنید. خب دوستان، داستان این است که ایزوگام چون از قیر ساخته شده است، در طول روز و در طول تابش نور خورشید بر سطح ایزوگام گرمای خورشید را در خود جذب می کند و درست بعد از غروب آفتاب ایزوگام شروع به آزاد کردن همان گرمای جذب شده می کند، به طوری که حتی اگر ساعت 10 شب هم دست روی ایزوگام بگذارید متوجه می شید که ایزوگام از خودش گرما آزاد می کند. حالا فکر کنید که به چه میزان ایزوگام در کشورهای همسایه نصب شده و این میزان از ایزوگام چقدر گرمای اضافی وارد چرخه طبیعی آب و هوا می کند. حتی فکرش هم وحشتناک است. خب حالا راهکار کار چیست؟ خیلی ساده است. فقط کافیه شما زحمت بکشین و روی ایزوگام منزلتان را با چیزی مانند چمن مصنوعی یا موزاییک یا حتی سنگریزه بپوشانید. در این صورت گرمای خورشید وارد ساختار پیری ایزوگام نخواهد شد و اثر جذب گرما و آزادسازی گرما توسط ایزوگام خنثی خواهد شد. بدانید در هوای گرم ابر بارانزا تشکیل نخواهد شد. خواهش میکنم ازتون درخواست میکنم وقتی که خواستید روی ایزوگام منزلتان را بپوشانید مراقب خود و فرزندان خود باشید. این موضوع از سال 94 توسط آقای منصوری در سایت های آپارات، نماشا و یوتیوب مطرح شده است.